امروز همون روزیه که قرار خداحافظی کنی با تمام دغدغه‌های مالیاتی. یه مجموعه رو آماده کردم برات. بیش از 19 سال رزومه و سابقه من این توه. بیش از 1000 جلسه مشاوره نتیجهش این توه. کمتر از 2 ساعت تمام ایرادات و اشتباهات پرونده‌های مالیاتی رو گفتم. چیزای کوچیکی که باعث شده مالیات‌های بزرگی رقم بخوره. حالا بیا جلو بهت بگم تو این چیه. پس 2 ساعت موضوع تجربی مالیاته. در نظر داشته باش یه سری مکاتبات کلیدی برات گذاشتم، مثل بخشودگی جرائم و اقساط کردن و نامه گزارش رسیدگی و خیلی مکاتبات دیگه‌ای که خیلی با اهمیته. این اینتراکد مالیاتیه، اون چیزی که همش دنبالشی که این کدوم اینتراکد برای من درسته. خدمتت بگم که اگر بخوای بدونی که ارزش افزوده مشمول هستی یا نه، تمام فراخوانا و توضیحاتشو برات گذاشتم. نحوه رسیدگی ممیز رو برات اینجا گذاشتم که بخونی چجوری رسیدگی میکنه، بخشنامه ها چیه، کجا رو نباید رسیدگی کنه، کجا رو باید رسیدگی کنه. این گل سرسبدشه، چطور فروشتو افزایش بدی. من میخوام تو فروشم حالت خوب باشه. و در نهایت یه ووچر، یه بلیت تخفیف اظهارنامه 15% برای 1403 و یه رودمپ مالیاتی از کجا شروع کنی تا به کجا برسی. این مسیر رو کامل در کنارتم.